این چرخ هر سوال زاویه رو تو 2 ثانیه جواب میده. بزن بریم. من اینو میچرخونم. در سمت چپ شما اینجا 20 درجه رو میبینید و در سمت راست 160 درجه. مجموعشون 180. تکونش میدیم چرخ رو. 10 تا، 20 تا، 30 تا، 40 تا، 50 تا. 50 تا این ور، 130 تا این ور. مجموعشون میشه 180. دوباره میچرخونیمش اینجا. 90 تا این ور، 90 تا هم اون ورش. مجموعشون دوباره میشه 180 تا. این 2 تا زاویه انگار یه قرارداد رو با هم دیگه نوشتم. اون قرارداد چیه؟ زاویه های مکمل. این زاویه ها هر موقع کنار هم دیگه قرار میگیرن شکلشون هر جوری که میخواد باشه. مجموعشون همیشه 180 درجه است. بفرست واسه دوستا تا اونا سریع یاد بگیرن.